الله اکبر، الله اکبر. برادران عزیز و خواهران عزیز، اینایی که در جلو ماشین ها میستن جان خودشون خطر میاندازن، میدونید چه کاره هستن؟ چه کسانی هستن؟ اینا مسلمانان هستند در کشور سودان، مسلمانان فقیری که جان خودشون به خطر میاندازن تا مسافرانی رهگذرانی که در اینجا رد میشن و روزه هستن به آنها افطار بدهند. الله اکبر. این عظمت اسلام، این عظمت دل یک انسان مسلمانه. اونهایی که دم از انسانیت میبینن بیان انسانیت رو از این مسلمان های فقیر یاد بگیرن، با اینکه خودشان فقیر هستن اما سفرشون برای همه رهگذران و مسلمانان روزدار پهنه، چون اینا ارزش افطار دادن برای روزدار را درک کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده کسی که به یک روزداری افطار بده اجر کامل روزه او را حاصل میکنه بدون اینکه از اجر روزدار کم بشه. الله اکبر. ببینید این همه کرم، این همه بخشش جود در این ماه مبارک، ماه رمضان، ماهی است که انسانیت به نمایش گذاشته میشه. انسانیت با شعار نیست برادران عزیز، انسانیت به شعار نیست که یکی شعار بده. ببینید مردمان فقیر اما خودشون رو به خطر میندازن تا مردم و رهگذران را دعوت بدن به سوی افطار. به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی، به خاطر که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی به اونها پاداش بده، اونها را در باب ریان وارد بهشتش بکنه و ثواب تک تک روزداران را حاصل بکنه. نصیحت من به همه برادران و خواهران اینه که در ماه رمضان از افطار دادن به مردم کوتاهی نکنید. در این کار خیلی ارزش داره، خیلی ثواب داره. افطار روزدار دادن حتی به یک دانه خرما، به یک جرعه آب، به یک لیوان شیر و دوغ هم اجر ثواب حاصل میکنید.